شام همگان بخیر شادی باشد دوستان. همراهی کانال این خوجا شو آمده همه کسانی که احترام ما با آنها پسند است برآمده با ما حال پرسی میکنه. خدا یار مددگار هر یک که شما باشد. در این شام بگذار این شام برای شما بهترین شام ها باشد، شام های خاتمه. اخ شام در کل لایک ماندگی برکه و برادر سلام علیکم. و علیکم سلام. چی حال داره دوستان؟ کار زندگیتون خوبه؟ یک فنتن داریم ما در این سامانیان، یکی از بهترین. ایپتور فایس سلام علیکم. روسیک نعیمزاده سلام علیکم. چخیلی نظر کن رحمت اینج خوب خدا را شد. من در همین لبی 7 خواب گفته شتیم همینجا. سلام از سرگود گفتن روسیک نعیمزاد زنده و سلامت باشه دکا. کسانی که اوش پوش فرمایش میکنم مرحمت به سامانی سلطان اوش یک به یک. معروفچون خواستیم داریم یکم لایک شما میمونه. زنده باشه دکا. زنده و سلامت باشید. این دیار ما سامانیان شریف این واقعا در این دینه سرخ بیم در همین یک زیب و زینت خاصی دارد در همین دیار. همه کسا لایک رو رمزنه دوستان. نماز شما هم نزدیک شده است. که وقتی غروب افتاب است چوجه ها چرچر دارن. تاچه خوردیم من رست و لیمپوپو گفته ایستاد مجبور کویبهش بردیم با این لیمپوپوشون ریمون بوده است. زیر بیتون کردن تگاه خدا خواهد روی سر می دادن. کوشنچی بالا بتر می آوردن. اونجا بچه ها بازی میکنن. ردمی تلفن باشه 10,000 شما هم باشه نسوی دولت شما میگرن اینجا. زنده باشه دکو. عمر ابراهیم السلام علیکم. و علیکم سلام آقای عمر ابراهیم. برادر تیجه رحمت چخه شما زنده باشه دکوی برادر تیجه. عمر سلام محمد. و علیکم سلام. اشور قربانعلی جیانه بچه انگل گفتیم بچه انگلیا زنده باشید. اشور قربانعلی خورو ناس پدر مادر همه ناس سلام از مردم ولیکا بریتانیا زنده باشید. روسی که نعیمزاد بچه کار بار دیگه اکو کار بار همون کار اکو پدرتون. خب نگرش کن نغلطه. عمر ابراهیم در حق مسافرها دعاگو باشد. پروردگار نگهبانشون باشه. هر جا که باشن اینم در پاهاشون خار نخلن. برادرای مهاجر ما را هر جا که باشن فقط چهش کارتون کرد استاور کار. هی هر جا که باشن خدا نگهدارشون باشن حفظشون کنن. ایپتور فایس اشتهای
الوکور سکوتر دوستان زنده باشه بچه دوستان. نصیب هم فیض سلام در استانه برای دیار زنده و سلامت باشد مردمی دیار هم هر یکی در بیرون از مرد هسته. همین یک ششلیک نمیاره شد دوستان. راست میگه ششلیک هست در درونه اکو ما گفتیم که نمیداریم. آره میتونه تأثیری سامان سلطان پوز دلمه داره است. سید قادر این چیتا آمد بود دلمه تمام ترکی دولت مراد فامیل منظره زیبا واقعا یه دلکش هست دوستان. یک شهر شبوده بود در شب اینجا چند تا چراغ های رنگ و رنگ دارد چراغ ها میشوند یه سوه اشور کنه حقی ما دعاگو باشه محمد خدا زنده و سلامت باشد. آقای قربان علی اشورزاده جان باشه انگلیس خیلی کار و بار فعالیتاشون خوبه. مصطفی سنور سلام چه شما سلامت باشید از قزاقستان تماشا دارم. زنده باشید مردم قزاقستان که ما رو این زمان رو داره. خدا شما رو نگهدار کنه. اکا من شما رو گفتم که شما پول پرتل 500 اما 500 گفتی که تون پرتل برای من اینجا آب های خنک شده دیگه با من همه آدم پیشنهاد میکنم اگر پرتاد شرط بجا دارد پول میتیم من اگر شرط بجا ندارد پولتون وزورت میگردم گرد یک تا نگاه که من میدارم دونا بیره است تو بیجی بیو سلام علیکم بسیار تیم خوبه وقتی غروب آفتاب شده دوستان آفتاب هم نشست کرده شده است همون شما شده است اکومادی اکو بوزی مخصوص قطعی نارش چند باشد بوزی خبردار نیستم اکو در اونجا نبرامده است اون وفا عثمان فکر در وجه براورده در فنگروب مسجو اخیر بوزی که در سفر هستن ما هزار چیز همه آدم میفهمیم اخیر ما چون در مسجو هستیم بوزی در نورک برد شده به فکرم پگه شده بوزی یا همین مشکل
از زیاد خبردار نیستم بودی من. نقلتی اونجا نرم دخترم بیا با نقلتی عجینا دیره است تو ما ازده کسیم سال دیگه سالخین جا نه اون سالخین است و سال اصلا کنه برود بیا سال خیاب گاندی سالخینه ما کار نه سال تشکیل میکنیم آخو سال دیگه سالخین شما در کنال آب نمیوه قسم کورو برکتیت هر جا که باشه خدا نگهدار شما باشه خداتون با خدا نمازشون شده برای برفتن